شما خودتو معرفی کن. این جانب مصیبت کرامت. دستاتو چه گوشتی اونجا؟ خواستم شطرنجی بشه معلوم نشم. بنداز آقا دستتو بنداز، ما خودمون شطرنجیش میکنیم. یه ذره شطرنجی با. آقا گفتم ما خودمون شطرنجیش میکنیم. قول میدی؟ قول قول چی؟ اون موقعی که بعد خجالت میکشیدی نکشیدی؟ نه نکشیدی. شما متهمی که پدرزنتو کشتی قبول داری اتهامو؟ بله آقا قبول داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه این پدرزن من حقش بود آقا من بکشم شو. کی این حقو به تو داده بود؟ برای چی؟ آقا این پدرزن من آدم خسیسی بود. ما با بچه‌ها و دوستام رفتیم باغ فوتبال بازی کنیم. ببین فوتبال موقع جام جهانی هم هست. آخه این درست این حرکت با ما کنه؟ باغش کوچیک بود، 4 تا درخت اینور، 4 تا درخت اونور، 6 تا درخت اینور، 6 تا درخت اینور، مزاحم بود. جا نبود. درخت از جا از ریشه ما در آوردیم. 4 تا درخت بوده. آقا آمده یک قربتی بازی در آورده، یک هوچی بازی در آورده، دست به یقه شدیم دعوا کنیم، مادر زنم نذاشت. هی آمد گفت به خاطر من، به خاطر من، به خاطر من، به خاطر من. ما بیخیال شدیم آقا. شانس آورد. خب بعد چی شد؟ سری بعد ما رفتیم آقا باغ بشینیم قلیون بکشیم. آقا ما زغال نیاورده بودیم. وقتی زغال نیاورده بودیم باید از زغال از یه تهیه میکردیم دیگه. 4 تا درخت بزرگ. آقا ما آتیش زدیم زغال درست کنیم. آمد آبرو حیثیتون پلو 4 تا رفیق قلیونی برد. آقا دست به یقه شدیم آقا. مادر زن ما گفت به خاطر من، به خاطر من، به خاطر من، به خاطر من. آقا به خاطر مادر زن ما بیخیال شدیم. درختای بابا رو آتیش زدی، قلیون بکشی، دست به یقم شدی باش؟ بله حالا اینو بهت بگم آقا. رفتیم آقا ما گفتیم باشه میریم ما پدرزن آشتی میکنیم. آقا مادرزن آقا به خاطر مادرزنم رفتیم با آقا کباب درست کنیم. آقا آتیش زدیم، 4 تا درخت ما آتیش زدیم. آقا دست ما نبود که ما یادمون رفت آدم دیگه، حواس پرت دیگه، ناراحتم بودیم آقا حواسمون رو باغ خاموش کنیم. آقا نگو تا صبح کل باغ میسوزه. فرداش آمد آقا خونه داد بیداد، یخه منو گرفت دعوا، ما هم یخشو گرفتیم. مادر زن ما میگفت به خاطر به خاطر به خاطر آقا به خاطر مادر زن ما دعوا نکردیم. آقا خجالت بکش، تو باغ یارو رو از بین برداشتی بردی، بعد اون موقع حالا یعنی خب مرد حسابی. حالا این که خوب آقا چهارشنبه آخر سال ما گفتیم بریم 4 تا درخت آتیش بزنیم، حداقل آقا درخت خوش، این حق مال منه دیگه، از روش بپریم. درخت نبود، باغ شد و بیابون. یه برادر زن دارم آقا بزرگه، آقا اون بنزین ریختن روش آتیش زدن، گور گرفت تو بلله اوی ما از روش میپریم. اوی آمد گفت بچه من آتیش زدی، دست ناق یخن منو گرفت. مادر زن ما گفت گفت دیگه بارا کنار. آقا ما چوبو کشیدیم، 2 تا تو قشقش زدم دیگه بیدار نشد، میگن مرده. باغ یارو رو آتیش زدی، بله. بعد چیزی پیدا نکردی آتیش بزنی، بچهش آتیش زدی، بله. بعد با چوب زدی بیدار نشده، میگن مرده. الان اصلا عذاب وجدان نداری؟ نه